شنوندگان عزیز، علی جان علیوف، آموزگار زبان انگلیسی از مؤسسه تعلیمی تیم کالج میباشم. اینک امروز ما تصمیم گرفتیم که درس نهم خود رو برای شما پیشکش نماییم. درس نهم ما درباره شکل کوتاه فعل تو بی در جمله‌های اینکاری میباشد. درس پیشینه ما درس هشتم ما درباره شکل کوتاه فعل تو بی در جمله‌های پوزیتیو بود و امروز ما تصمیم گرفتیم که شکل کوتاه فعل تو بی در جمله‌های نگاتیو چگونه استفاده میشود با شما بفهمونیم. اینک درس خود رو شروع میکنیم. درس نهم ما short form of verb to be شکل کوتاه فعل to be در جمله های نگاتیو، در جمله های اینکاری. جمله های اینکاری چگونه جمله ها می باشند؟ جمله های اینکاری جمله های می باشند که ما در آن فقط کلمه نیست را استفاده می بریم. مثل من نیستم، من دانشجو نیستم، من معلم نیستم، تو دانشجو نیستی، تو در خانه نیستی، تو راننده نیستی، ما بیمار نیستیم، ما گرسنه نیستیم. این گونه جمله های اینکاری می باشند، جمله هایی که ما رد میکنیم. این گونه جمله ها را در زبان انگلیسی جمله های نگاتیو می نامند. short form of verb to be یعنی شکل کوتاه فعل to be. short کوتاه می شود، form یعنی شکل کوتاه فعل to be نگاتیو. شکل پرش رو اول میخونیم، میفهمونیم، بعدا شکل کوتاهش رو میخونیم. قسمتی که شما میبینید اینجا شکل پره فعل to be است و قسمتی که اینجا میبینید شکل کوتاه فعل to be است. خب شکل پره فعل to be I am not. من نیستم. من am این فعل to be not حیثچه اینکاری نه. I am not من نیستم. You are not تو نیستی. He is not وی نیست. She is not نیست. It is not این نیست. We are not ما نیستیم. You are not شما نیستید. They are not آنها نیستند. خب این بود شکلی پره فعل to be. اکنون نگاه میکنیم اینجا یک قطار شکل کوتاه و اینجا دویم قطار شکل کوتاه. شکل کوتاه فعل to be دو خیل میشد. برای مثال I am not شکل پرهش من نیستم. I am not. اگر آنها خیلی تیز گپ زنند I'm not میگن. I'm not. I am not. You are not با پرگی تلفظ کرده شدیم. You are not. شکل کوتاهش you're not. یا اینکه you aren't بغیر است. I am not دیگر باقی مانده جانشین ها دو شکل کوتاه شوی را میگیرد. برای مثال you are not, you're not, you aren't. He is not, he's not, he isn't. She is not, she's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we're not, we aren't. We are not, we're not, we aren't. You are not, you're not, you aren't. They are not, they're not, they aren't. اینک میبینیم در جمله ها شکل کوتاه فعل to be اینکاری چگونه میشود. نگاتیو اینکاری full form این یک قطاری که میبینه شکل پوره فعل to be در جمله ها هستند. خب و این قطار شکل کوتاه فعل to be در جمله ها دیده میشود. I am not a doctor. من دکتر نیستم. You are not a singer. تو سراینده نیستی. He is not a teacher. وی معلم نیست. She is not a nurse. او همشیره نیست. It is not a guitar. این گیتار نیست. We are not tired. ما خسته نیستیم. You are not sick. شما بیمار نیستید. They are not hungry. آنها گرسنه نیستند. اکنون شکل کوتاهش را میبینیم. I am not a doctor. I am not a doctor. You are not a singer. You're not a singer. You aren't a singer. You are not a singer. تو سراینده نیستی. You're not a singer. تو سراینده نیستی. You aren't singer. تو سراینده نیستی. He is not a teacher. وی معلم نیست. He's not a teacher. وی معلم نیست. He isn't a teacher. وی معلم نیست. She's not a nurse.
او همشیران است. She is not a nurse. او همشیران است. She is not a nurse. او همشیران است. She isn't a nurse. او همشیران است. It is not a guitar. این گیتاران است. It's not a guitar. این گیتاران است. It isn't a guitar. این گیتاران است. We are not tired. ما خسته نیستیم. We are not tired. ما خسته نیستیم. We're not tired. ما خسته نیستیم. We aren't tired. ما خسته نیستیم. You are not sick. شما بیمار نیستید. You're not sick. شما بیمار نیستید. You aren't sick. شما بیمار نیستید. They are not hungry. آنها گرسنه نیستند. They are not hungry. آنها گرسنه نیستند. They aren't hungry. آنها گرسنه نیستند. اینجا ما دو نمود شکلی کوتاه فعل to be در جمله های اینکاری آموختیم. بیایید میبینیم چگونه میشوند. برای مثال You are not. ما از اینجا چی رو کوتاه میکنیم؟ یا برای مثال You are رو میگیریم میشود Your بعدا not یا not. یا اینکه You are not not رو میگیریم کوتاه میکنیم میشود You aren't. خب دو خیلی کوتاه شوی است. You are not. You are رو گرفتیم با هم یک تا کردیم حرفی A از بین رفت یا not شد. یا اینکه You are not رو با هم یک جای کردیم حرفی O از بین رفت You aren't. دیگرش He is not. He is رو با هم میکنیم He's not. He is not. Is not رو با هم میکنیم He isn't. خب اینجا نظر میکنیم He is رو گرفتیم کوتاه کردیم حرفی I از بین رفت He's not شد. یا اینکه He is not رو با هم کردیم حرفی O از بین رفت He isn't شد. شکلی کوتاه فعل to be در جمله های نگاتیو خیلی عادی و ساده است. کمی شما اعتبار دید و با خود جمله نویسید تا اینکه با شما تکرار شود. امیدواریم از این درس کمی بهره بردید. نفرانی که بار اول ما رو تماشا میکنند لطفاً درس های ما رو از اولش زینه به زینه تماشا کنید، چون که درس های ما با هم علاقه‌مندی دارد و از همین سبب درس های ما رو از اول از درس یکم زینه به زینه تماشا کنید. با ما بودن و در شبکه ما اعضا شدن و این چنین پخش زنگوله رو نیز فراموش نکنید. خدا حافظ.